به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز 5 اکتبر سال جاری است. امامعلی رحمانوف دیکتاتور گندپیر 73 ساله می شود. اصلاح به مناسبت روز تولد این زاغ بدمور این برنامه را تقدیم می کند. عنوان برنامه را گذاشتیم رحمانوف در 73 سالگی بین آرزوی زپسنای ایرودروم و دست عدالتی تاریخ. امامعلی رحمانوف که روزی 30 اوگوست در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سخنرانی و با دانش آموزان صحبت میکرد، عیناً چنین گفت: اگر نمورم زنده باشم کجای که باشم، همین تاجیکستان در یگان جای دیگر، من زپسنای ایرودروم ندارم، همین تاجیکستان دایم. من زپسنای ایرودروم ندارم، همین تاجیکستان دایم. بسیاری ها چی کسانی در آن جلسه نشسته بودند و چه آنها که از شبکه های تلویزیونی این صحبت را شنیدند کمترین اعتبار ندادند که امامعلی رحمانوف چی گفت و چرا درباره نمردن، زنده بودن، در تاجیکستان بودن و با خصوص از زپسنای ایرودروم یادآور شد. گویا این طور بود که این سخنها از دهان این دیکتاتور پرید. بله، یکی در آمد گپ نخواسته ناگهانی برآمد و عمدن مخصوص دیده و دانسته و حرف حساب نبود. خوب بگذار همین طور باشد. اما بیننده گرامی، آنچنان میگویند و ما و شما هم خوب میدانیم و اثبات هم شده است که در افسانه ها هم حقیقت های نهان است. افسانه ها هم گاه حقیقت دارند، این را همه میداند. رحمانوف بیننده گرامی به جهت در مورد زپسنای ایرودروم نمیگوید. زپسنای ایرودروم در فکر و خیال رحمانوف همیشه وجود دارد، هست، تشویش و تهلکه و نگرانی ها دارد، خواطر است، به وجه و به اساس درباره پناهگاه احتیاطی صحبت نمی کند، چون که مسئله زپسنای ایرودروم بله در فکر و خیال و اندیشه آن عده از راهبرانی که با خلق و مردم راست نیستند کجند همیشه جا وجود دارد، خطور میکند. این گونه راهبران به مثل بار کج و بیهوده نمیگویند که بار کج به منزل نمیرسد. برای آن بار کج به منزل نمیرسد که فریب است، خائدوی و راست و درست صحیح نیست. رحمانوف هم عیناً بیننده گرامی همین بار کج است. تا همین امروز دروغ و دسیسه، فتنه و فریب است، مرتکب هزارها جنایات شده است، متهم است، دزد است، قاتل و جلاد است و هیچگاه با مردمش صادق و صمیمی و صاف و شفاف نبود. در یگان مسئله، نه در انتخابات ها، نه در صلح و سازش، نه مسائل آزادی های دینی و مذهبی و فعالیت احزاب و رسانه ها، نه در گرفتن قرضهای خارجی و خرج و مصرف آنها، نه در مسئله ساختمانی برای مثال نیروگاه راغون و مشکلات نارسایی نیروی برق و اجاره کردن لیمیت، نه در ورشکسته کردن تلکا، نه در خرید سمالیات 100 میلیون دلاری، نه در خرید سهمیه های راغون، نه در پلاکی کردن راه دوشنبه خوجند. خلاصه در یگان مسئله با مردم راست و درست نبود و طول تمام فعالیتش فقط مردم را فریب کرده است. یعنی از روز اول کارش تا به امروز یک جنایت بزرگ و یک جنایت کاری اشدی است. من زپسنای ایرودروم ندارم، همین تاجیکستان دایم. از اینجاست بیننده گرامی که مسئله زپسنای ایرودروم بله همیشه در مد نظر رحمانوف هست و مدام درباره آن فکر میکند، زیرا چنان گفتم جنایتکار است، دامن تر و همیشه خاطری مغشوش و مشوش و ناآرام و آشفته دارد که خدا نخواسته یک روز برای این همه جنایات خلق گریبانش را نگیرد. نوابسته از آن که مداحان و چاپلوسان و تردامنکان برای شعر و داستان می نویسند، از تنش جلد کتاب می نویسند و چاپ می کنند، آزمون داننده بهترین کتاب پیشوا می گذرانند، مکتب سیاسی پیشوا می گویند، در پیشش گل می فشانند و دختران و کودکان را برقص و بازی می درآورند. خودش خوب می داند که این همه کارها صحنه سازی است و خلق خدا چگونه نفری را که تمام آل و اولادش را بالای خلق بار کرده است دوست می داشته است، احترام می کرده است و این را خوب می داند که تمام مردم از وی کیها متنفر و بیزار شده اند و اگر به دست خلق بود کیها او را با سزای اعمالش و کیفر اعمالش می رسانند و اینجا که هست نبود. حالا که می بینیم رئیس جمهور است،
اگر با فکری مردم می بود هیچگاه او را نمیخواستند و سرازیرش میکردند. امام علی رحمانوف هنوز چند سال قبل بود که این زاپاسنوی ایرودرومش را به قانون اساسگذار و پیشوا پرده پیش کرده برای خودش ایمونیتت بخشیده بود. بله، در آن قانون آشکارا نوشته شده بود که امام علی رحمانوف برای ارتکاب جنایاتی که طی مدت راهبری شروع از سال 1992 از رئیس شورای عالی تا وقت سپاریدن کرسی پرزیدنتی که معلوم نیست کی اتفاق می افتد و جوابگر جنایتی کشیده نمی شود، در این قانون با خط خوانا و شريفتی پررنگ نوشته شده است که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، برای عملهایش در دوره اجرای وکالت‌های رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سرور دولت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و صلاحیت اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت و جوابگری کشیده نمی شود. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت را دستگیر نمودن، به حبس گرفتن، کافتکاو کردن و مجبورن آوردن منع است. بله بیننده گرامی، خوب دیدید که چگونه خودش را نیپریکسنوینس یا دخل ناپذیری برای خودش ساخته است، اما فکر میکند که این عملی شونده است. هرگز و هرگز. از قبول این قانون 10 سال سپری می شود و در این مدت امام علی رحمانوف عرصه را کاملا برای خود تخلیه کرد و هیچ رقیبی نه در چپ ماند و نه در راست. اما حالا هم از این فکر که زاپاسنوی ایرودروم داشته باشد یا نداشته باشد فارغ و دور بوده نمیتواند، وگر نمیتوانست با آن 2 دانش آموز که همراهشان سوال و جواب میکرد از زاپاسنوی ایرودروم اصلا چیزی نگوید. من زاپاسنوی ایرودروم ندارم، همین تاجیکستان دارم. و این نمیتوانست با آن دانش آموزان بگوید که بعدی 5 سال هم برگردید و آید، من همین جایم و شما کمک میکنم، رئیس جمهوری نباشم هم با عنوان اساسگذار صلح و وحدت و پیشوای ملت در قدرت میمونم و نهادی به این هدف تشکیل نمودم تا آن وقت فعال میشود. خلاص تا بازگشت شما از امریکا، یعنی آن 2 دانشجو هستم. البته می توانست بیننده گرامی بگوید که انا همین گپ ها را اما چیزی نگذاشت که این طور بگوید و ترجیح داد جای آن که بگوید تا آمدن شما اساسگذار صلح و وحدت می شوم و رستم رئیس جمهور زاپاسنوی ایرودروم گفت. من زاپاسنوی ایرودروم ندارم، همین تاجیکستان دارم. بله خوب، انطقنی الله الذی ینطق کل شیء، خداوندی که اعضای جوارح انسان در روز قیامت بر علیه خود انسان شهادت میدهد. بله، سخن از زبان رحمانوف برآمد که آن اصلی آن چیزی است که از آن میترسد، از آن همین چی؟ زاپاسنوی ایرودروم. بله، خداوند این سخن را در زبانش آورد که این نهایت کار خودش را با زبان خودش گفت. این از معجزات الله که در گفتن سخن حتی از زبانی دیکتاتورترین، منفورترین انسان هم چون این سخنان میبراید. من زاپاسنوی ایرودروم ندارم، همین تاجیکستان دارم. اما زاپاسنوی ایرودروم ندارم گفتن رحمانوف مدرک و پیامی اقتدار و زوری وی نیست، چون که هر نفری که با کمک خارجی عروسک سر قدرت می آید این ترس و هراس را دارد، این ترس و تهلکه او را ترک نمی کند. رحمانوف نه از آن جهت است که زور است و زور شده است و میزند و میدرد و میشکند و زندان میکند. بله ها، درست میزند، مصالحه و معامله سرش نمی شود که با کسی منشیند و مصالحه کند، اما این سستی، کم جسارتی و کم جرأتی، کم غیرتی و سری خم و دهنی پوشیده ما و شماست که او را تا اینجاها آورده رسانیده است. بنای حکومت امام رحمانوف بر ترس و هراس راست شده است و این را هم خوب میداند که روز از روزها ترس از مردم می رود، نسل نو می آید و آمده است، اما تا همان روز از روزها باید بماند و کار داخل ناخنک هم کند. رحمانوف در جای خودش بچه‌اش را می آورد، خودش هم در مقام بالاتر قرار می گیرد، یعنی کشور در مشتش است. سوارکه کردگی ضرورت برای زاپاسنوی ایرودروم باقی نمی ماند. اما چی چیزی او را تله و تحریک داد که از مسئله یا موضوع زاپاسنوی ایرودروم کشاید؟ من زاپاسنوی ایرودروم ندارم، همین تاجیکستان دارم. برای آنکه امام علی رحمانوف خواطر و نگران است بیننده گرامی، برای آنکه هیچگاه با اراده و آرای خلق سر قدرت نآمده است، فقط تقلب، فالش، فقط فالسیفیکاسیا، فقط پرپیس،
یگان وقت دلش از خلق پر نشده است و نمی شود، چون که یگان وقت خلق به وی آواز نداده است، طرفداری نکرده است. کرسی و اقتدار رحمانوف لرزان و شکننده است. این نبود نیروی بالقوه و حریف سیاسی اپوزیسیای زور رحمانوف را دراز عمر کرده است و در قدرت باقی گذاشته است. بله، از بین بردن همه احزاب و گروه های سیاسی، کشتن و زندانی کردن شخصیت ها و به حاشیه راندن افراد مطرح، منتها غصب و تسلط فضا و محیط با استفاده از قدرت برای همین روزها بود. اما این حالت هم دیگر چاره‌ساز بودن نمیتواند انشاءالله، چون اداره دولت بیش از پیش خصوصی و عائلوی شده ایستاده است و همین KGB، MVD و دیگر قدرتی ها هم همه را دیده و مشاهده کرده ایستادند که بجز از پاسبانی و حفظ و حمایت سگوار عائله رحمانوف کار و عملی دیگر ندارند و آنها نه خادم و سربازی وطن، بلکه خدمتگاران و بندگان و بردگان یک عائله اند که فردا پدر می رود و پسر جای وی می آید. اگر رهبر دولت با انتخابات سر قدرت آمده باشد و با انتخابات از سر قدرت برود، چون این مشکل نخواهد داشت و درباره زپسنای ایرادروم فکر و خیال نمی کند. اگر رهبر دولت در کار و عملش قانون و قاعده مراعات شده باشد، درباره زپسنای ایرادروم صحبت نمی کند. ولی برای رحمانوف وجودی زپسنای ایرادروم مهم و لازم است، چون که رحمانوف در صادر کردن این همه جنایات و خیانت تا قنست امثال تمام دیکتاتورهای دراز عمر که در گرد خانه حکومت همه خیش و تبارانش را گردوغان کرده اند. برای همین زپسنای ایرادروم نه فقط برای شخص رحمانوف، مثلا برای همین عزیز مایی گزیتخانه کو حسن اسدالله زاده اشکنبه، آزاد رحمانوی قیلی اسب، شمس الله صاحبوی، خوب دیگر معلوم شوهری سفیری تاجیکستان در بریتانیای کبیر، رخشانه رحمانوه و زایری مندوق، رستمی گنگک، شریف بیکی دولت بیگ صبور و اشرف گولا و پروینه و دیگران این قوم یعجوج و معجوج لازم و ضرور است و امام علی رحمانوف برای آنها هم باید در زپسنای ایرادرومش جای بیابد. من زپسنای ایرادروم ندارم، همین تاجیکستان دارم. بله، البته برای این گروه گپ زدن و یادآور شدن مسئله زپسنای ایرادروم از طرف رحمانوف برابر خبر صلات جنازه است. رحمانوف حتی نخواسته هم از زپسنای ایرادروم بگوید اینها چون برگی به در لرزه شوند. از این جهت زپسنای ایرادروم برای امام علی رحمانوف از دیکتاتورهای دیگر دنیا که فرار کرده اند و از بین تر می افتد. این به کس پوشیدن است بیننده گرامی که زپسنای ایرادروم یک جای خوش و خوب نیست. بله، زپسنای ایرادروم یعنی زوال، یعنی کنیت، یعنی انقلاب، یعنی خوب دیگر معلوم یعنی کپود، یعنی کپدود است. بله، زپسنای ایرادروم جایی است که دیگر نه پژرنی، نه MCS، نه KGB، نه MVD، نه مینبران، نه آمان، نه سپسنز، نه شاهین های شارخ و رستم و نه SNG، نه 201 بازه کار از دستشان بر نمی آید. همین که حالا پوتین همراه اوست و همین حالا که کاولر یا این که خواجه اش در نزدش برای تبریکش آمده است و او را تبریک می نماید، رحمانوف را نجات نمی دهد. نه عبدالله رهنما، نه تامر خواجه، نه دولت سفر هم کار برایش کردن نمی توانند. زپسنای ایرادروم یعنی فرار برای حفظ جان. زپسنای ایرادروم یعنی پناهگاه، محل امن که در بیرون از قلمرو کشور خواهد بود. منظور امام علی رحمانوف بیننده گرامی همین است، بیرون از خاک و قلمرو کشور. و اگر اسپید کرد با سمالیات 100 میلیون دلاری، ولی بعید است که این هواپیمای 100 میلیون دلاری هم برای این قومی بیشتر از یعجوج و معجوج آنچه را در درون دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک، کامرس بانک، بانک بین المللی تاجیکستان، آریان بانک، توحید بانک جمع و ذخیره کرده اند و آنچه که در انبارهای آسایشگاه زمرت و شاهنبری، فرمای مرمری، اسکلت های فراز و اوستا گروپ و سیاما مال و کوشانیان، تلکاگالد و دیگرش بجا کرده اند موافق آید کمی میکند. البته که در فکر زپسنای ایرادروم هست و به جهت در این باره گپ هم نزده است. باز این 2-3 روزی اخیر که خبرها از غایب و نسود کردن بشار اسد دیکتاتور فراری سوریه و نشر رسیده است،
امام رحمانوف بیش از پیش در فکر زاپاسنوی ایرودروم می شود و همین حالت هایی که در نپال و همین حالت هایی که در بنگلادش و همین حالت هایی که این شب و روزها در مغرب یا مراکش شده ایستاده است علیه پادشاه آن کشور که رو به فرار گذاشته ایستاده است، واقعا رحمانوف را در تهلک افتانده است. ولی برای رحمانوف بجز از روسیه و بلاروسیه دیگر راهبر آماده برای دادن زاپاسنوی ایرودروم نخواهد بود. حتی چین زدگی رحمانوف را اروپا اصلا قبولش نمی کند، همچنین امریکا، بله لوکاشنکو، باتیا شاید بپذیرد و در کنار قرمانبک، باقیا و مکسیم برای رحمان و رستم هم یگان خانه جدا کنند. پوتین هم شاید راضی بشود که برد در کنار ویکتور یانوکوویچ قرارش بدهد و دو کس گردن به گردن شوند، ولی بدون شبهه پوتین رحمانوف را عین بشار اسد گالی کنی لوج میکند، بخصوص که این شب و روزها پولهای رحمانوف و قوم یاجوج و ماجوجش برای پوتین و جنگ وی بسیار هم ضرور و قلی است. و مواهمه و وحشت و ترس طبیعی است که جنایتکار را اگر که وی رئیس جمهوری هم باشد ترک نمی کند. وی خاطر آسوده و آرام و جمع ندارد و داشته هم نمیتواند. هرگاه تنها شد مخصوصا وقت سر به بالین میماند. مجموع جنایاتش مثل سریال یا نوار کینا از پیش نظرش میگذرد. یقین میداند که پاسخ خواهد داد، مثلا برای همین مرگی مرحوم زبیدالله رازی، مثلا برای حبسی یک خانم مادر رخشان حکیمова که کودکی شیرخوارش بیرون میماند. بله بیننده گرامی، اینها همچون سریال پیش نظرش میگذرند، مثلا برای آنکه هزاران نفر بیگناه گریزه و آواره و زندانی بیگناه شده اند. برای همین امام رحمانوف اگر چی وانمود میکند که همه جا را زده و کوبیده و رشد و راست کرده است و کسی نیست که با وی پنجه با پنجه افکند، اما در درونش بزابیته و بیقرار است، بی‌طاقت است، پرتشویش و پرتهلکه است، طوفان و تندباد دارد. من زاپاسنوی ایرودروم ندارم، همین تاجیکستان دارم. بله، زاپاسنوی ایرودروم برای امام رحمانوف مثل آب و هوا ضرور است و شبها نه کلمه عرضه می کند نه صلوات می فرستد و شبها فهرستی پریودها را می بیند، حساب و کتاب می کند، کار را که همیشه و همه وقت در خفیه و پنهانی از مردم کرده است و می کند. معلوم است که خفیه کاری وی را همیشه آسیب پذیر می کند. اگرچه S-300 از روسیه آورده مستقر کند هم زاپاسنوی ایرودروم همیشه در فکرش هست، اگرچه می گوید ندارم، هیچگاه در خیال وی قطع و کنده نشده است. همین است حقیقت زندگی رحمانوف. او از خلق گریخته نمیتواند و زاپاسنوی ایرودرومی که آرزو میکند جای جز زندان کرپیچنی یا قبر نیست. خلق دیر یا زود با پا میخیزد و با جنایتکار نه امکانی فرار میدهد و نه جای پناه. رحمانوف نه با واسطه قانون، نه با واسطه پیشوایی و نه با واسطه هزاران قماندان نمیتواند از عدالت تاریخ نجات یابد، زیرا حکم خلق سخت‌تر از هر دادگاه است و روز حساب ناگزیر می آید. امروز رحمانوف به سین 73 رسید. بله، اما این سین و سال نه رمز تجربه حیات و نه نشان خردمندی پیری است. برعکس هر ساله که به عمر او علاوه شد به عمر ملت فاجعه، ظلم و محرومیت افزود. در 33 سال حکمرانی خود او نه آبادی گذاشت و نه عدالت، بلکه تنها یک امپریای دروغ، ترس و خیانت ساخت. 73 سالگی او نه روزی شادی بلکه روزی هشدار است که عمر دیکتاتور هرچی بالا می رود عمر قدرت او رو به پایان است، چون که تاریخ و خلق هیچگاه جنایت را نمی بخشند و اگر امروز او در آرزوی زاپاسنوی ایرودروم صحبت کند پس این خود اعتراف است که پایانی راهی او نزدیک است. برای ملت 73 سالگی رحمانوف رمز پایان دوره سیاه و تاریک است که حتما با صبح عدالت و آزادی انشاءالله عوض خواهد شد. بله، ممکن است این دقایقی که رحمانوف این برنامه را می‌بیند یا نزدیکانش او مخمور است در اطراف مهمان عالی قدری که به سراغش آمده است. ممکن است در حلقه نبیره و عبیره و چبیره و کونی کاسه نشسته باشد، اما بداند که پایان این حکومتی دیکتاتوری و پایان این ظلم و جنایات او رسیده است. رحمانوف، برایت بار دیگر میگویم
از خدا بی‌ترس و روزی جزای وجود دارد. اگر آن روز جزای یکی در قیامت است، آن که نزد خداست، ولی روز جزای تو در این دنیا قبل از آخرت به وقوع خواهد پیوست. با امیدی دیدن این جنایتکار در کرسی جنایتکاران آرزوی دیرینه این ملت هست و بود و خواهد ماند. با امیدی پیروزی با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.